салом бинандагони азиз, барномаи сархати рӯйдодҳо тақдими шумо мешавад. имрӯз ҷумъа 26 март аст. соат ба вақти душанбе 14 ва ба вақти Прага 10 аст. дар ин нашри барнома дар бораи ҷузъиёти оғози парвозҳои мунтазам аз Тоҷикистон ба Русия, изҳороти президенти Амрико Ҷо Байден дар мавриди Чин, ҷаримаи пиёдагардон дар Душанбе ва фавти ошпази маъруф дар Тоҷикистон бароятон хоҳем гуфт. و حالا شروع میکنیم از خبر آغاز پروازهای منتظم میان دوشنبه و مسکو. روز گذشته نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین برای از سر گرفتن پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه اجازت داد. بنابر این قرار از 1 اپریل هفته یک مرتبه از دوشنبه تا مسکو و برعکس پروازهای منتظم صورت میگیرند. پروازهای منتظم هواپیماها میان تاجیکستان و روسیه یک سال قبل ماه مارس سال 2020 بنابر پهنشوی کرونا ویروس نو قطع شده بود. تا کنون شرکت ها تنها با پروازهای چارتری شهروندان را از روسیه به تاجیکستان می آوردند و یا از تاجیکستان به روسیه می بردند. این مسئله در برنامه اخبار آزادی ساعت 5 بعد از ظهر با وقت دوشنبه ارزیابی خواهد شد. همکاران ما تحقیق خواهند کرد که کی میتواند پرواز کند، ارزش بلیط چند خواهد بود و با دیگر سوالهای سرشماری که شما بینندگان عزیز به ما میفرستید و آنها مد نظر ما هست، ما تلاش میکنیم با آنها از مقامات پاسخ به دست آوریم و منظوری شما کنیم. همچنان در باره سرنوشت عزت امان حامی حقوق مهاجران در مسکو گزارش خواهیم داد که طبق اطلاع نزدیکان از شهروندی روسیه محروم شده و با اخراج به تاجیکستان روبرو می باشد. حالا رو می‌آوریم به موضوعهای بین‌المللی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید او تلاش میکند که چین مقام ایالات متحده آمریکا را همچون نیرومندترین کشور عالم اشغال نکند. همانا سعی خواهد کرد که چین در تجارت بر اساس قاعده‌های بین‌المللی بازی کند. 25 مارس در نخستین نشست مطبوعاتی ویژه در مقام رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت چین میخواهد کشوری پیشتاز عالم شود، ولی این حادثه روی نخواهد داد زیرا ایالات متحده آمریکا هم رشد خواهد کرد. بایدن رهبر چین سی جین پین را با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شباهت داده افزود هر دو رهبر خودکامه باور ندارند که در جهان پیچ و تاب کنونی دموکراسی رشد خواهد کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت کشورش در فکر مقاومت با چین نیست، ولی میخواهد در یک جایگی با همپیمانها چین را برای تعقیب دموکراسی در هنگ کنگ معامله غیر قابل قبول با اقلیت‌های مسلمان در شینجان و مسلح شوی به مسئولیت کشانند. ضمناً دیروز زمانی که در انقره پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان با وزیر کارهای خارجه چین وانگ یی ملاقات داشت، صدها اویغورتبار در شهرهای انقره و استانبول اعتراض تشکیل نموده از حکومت ترکیه تقاضا کردند در مقابل پایمالشوی حقوق مسلمانان در ولایت شینجان موقع قاطع‌تر اشغال نماید. جمع آمدگان با شعارهای اردوگاه را بندید قتل عام اویغورها باید خاتمه یابد و شمار هم بیرق سفید و کبود ترکستان شرقی را بالا برداشته بودند. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند کمش 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان ولایت شینجان چین در اردوگاه‌های بازتربیه جای داده شدند و به قول کارشناسان سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر در این اردوگاه‌ها زنان را به زوریات نموده به کارهای اجباری جلب می‌کنند. چین پایمال نمودن حقوق مسلمانان شینجان را رد کرده می‌افزاید که این اردوگاه‌ها با مقصد کنار کشیدن آنها از افراطگرایی و بالا بردن سطح زندگیشان تشکیل شده‌اند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. از جانب کارمندان ریاست منطقوی گمرک در ولایت سوخت انتقال غیرقانونی 500 جفت لباس حربی که 194200 سومانی ارزش داشت آشکار شد. بنابر اطلاع سردار ریاست منطقوی گمرک در ولایت سوخت گنرال مایور خدمات گمرک اسمت الله زاده بهرام سال 2020 در سمت مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی های گمرکی 1417 حالت حقوق ویرانکنی گمرکی آشکار شده است.
اینچنین 28 جنایت وابسته به گمرک آشکار شد که نامگویی محصولات آن از خاکه جامشویی تا مصنوعات زرگری عبارت می باشد. در همین حال حالت‌های هم کم نیست که خود ناظران گمرک برای قاچاق مال و مواد و کم نشان دادن ارزش گمرکی بار بر عوض پاره به شهروندان مساعدت می‌کنند. در گذشته چندی از ناظران گمرک به این جرم از سوی مقامات انتظامی بازداشت و به جوابگری کشیده شده بودند. ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه 2948 نفر پیاده‌گردان را در راه و جاده‌های پایتخت به خاطر ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه جریمه بستند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با نشر این خبر روز 25 مارس گفت جریمه بستن پیاده‌گردان در دایره عملیات پیاده‌گرد عملی شده است. حجم جریمه برای یک نفر 7 سامانی تعیین گردید. با گفته ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از اوایل سال 2021 در پایتخت 47 صدمه نقلیاتی به قید گرفته شده است که در روی دادن قسمی از آنها پیاده‌گردان نیز عیب دارند. در این صدمه ها 10 نفر فوت دیده، 51 نفر دیگر با جراحت‌های گوناگون بستری شدند. در اکثریت صدمه ها ماشین پیاده‌گردان را پخش کرده است. سعید حسنوف ساکن شهر دوشنبه 4 سال باز در بدری مقامات می‌گردد تا به گفته خود او بیگناهی فرزندش را اثبات کند. میگوید نسخه های عریضه نوشته‌اش به اداره های گوناگون جمعاً قریب 15 کیلوگرم شدند. پسری حسنوف را سال 2017 با اتهام قتل 2 زن روس دستگیر و با 28 سال زندان محکوم کردند. مقامات گفتند گناه فیضعلی حسنوف در کشتار مادر و دختر اثبات شده است، ولی پدرش به بیگناه بودن او پافشاری دارد. روز 24 مارس از طرف سازمان ملل متحد همچون روز حقوق به حقیقت اعلان شده است. این در حالی است که شخصان به مانند سعید حسنوف میگویند امیدشان به یافتن عدالت و حقیقت در تاجیکستان روز به روز کمتر می شود. گزارش مفصل در این باره در سامانه رادیوی آزادی جای داده شده است و شما را به خواندن آن دعوت میکنیم. کریم حلیموف آشپز معروف تاجیک دارنده جایزه کفگیر طلایی در سن 63 سالگی از دنیا درگذشت. در این باره فرزند او روز 25 مارس به رادیوی آزادی خبر داد. کریم حلیموف که سال 2015 در آزمون آش پلو در دوشنبه به حیث آشپز بهترین اعتراف شده و جایزه کفگیر طلا را به دست آورده بود، روز 23 مارس در سن 66 سالگی بر اثر بیماری دیابت قند دنیا را ترک کرده است. تا پایان عمر کریم حلیموف در آشخانه بازار فراوانی مرکز ماموری ولایت ختلان شهر باختر به حیث آشپز کار کرده و برای دوستداران طعام ملی پلو آماده می‌کرد. ورزشکاران تاجیک در روز اول جام جهانی سامبو بخشیده به یادبود آناتولی خرلمپیف 2021 که 25 مارس در مجمع ورزشی المپی لوژنیکی مسکو روسیه برگزار شد، 2 مدال، 1 طلا و 1 برنجی به دست آوردند. مدال طلا را پهلوان معروف تاجیک خوشقدم خسروف در نمود سامبو ورزشی در وزن تا 64 کیلو میانی مردان صاحب شد. او در فینال حامد جان مومینوف را از ازبکستان شکست داد. این دومین مدال طلایی خسروف در مسابقه مذکور می باشد. از این پیش او سال 2015 برنده جام جهانی سامبو به خاطر آناتولی خرلمپیف شده بود. پهلوان دیگری تاجیک جمشید سفاروف در نمود سامبوی رزمی در وزن تا 71 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. مسابقه عنعنوی بین‌المللی به خاطر پایه‌گذار سامبو آناتولی خرلمپیف را که جام جهانی سامبو حساب می‌یابد، همساله فدراسیون بین‌المللی سامبو و فدراسیون سامبوی روسیه دایر می‌کنند. بینندگان ارجمند، در پایان این نشر سرخط رویدادها همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز نشر کرده است، $1 آمریکایی 11 سامانی و 31 درم،
1 евро 13 сомонӣ و 37 درهم و 1000 روبل روسی 147 сомонӣ و 60 درهم ارزش دارد. قرب خرید و فروش اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی نظر به قرب رسمی از 1 تا 3 سامانی میتواند فرق کند. بینندگان ارجمند، بنابر به وقت تابستانه گذشتن جمهوری چخیا نشر آینده سرخط رویدادها ساعت 13 به وقت دوشنبه و برنامه اخبار آزادی ساعت 16 با وقت تاجیکستان پیشنهاد شما می شود. امروز ما شما را بعد 3 ساعت در پخش مستقیم در برنامه اخبار آزادی منتظریم که در صحیفه آزادی ویدیو تقدیم می شود.